سلام گروه یاده های جان داریم میریم شنا چه داد میزنی؟ گیلاس داریم گیلاس اینجا یکی لش کرده اینجا یه وحشی لش کرده گربه ما وحشیه وحشی لش کرده گربه ما اینجوری چیلی گربه ما مثل حرف میزنیم آماده شنا کنیم ساعت چنده؟ ساعت 7 صبح مهندس کتلت 9:54 کتلت تا 7 صبح زدیم. خب اینجا هم نوشیدنیات سلام گل به توی گل نشونم سلام ما اومدیم برگشتیم با یه ولاگ دیگه با مهندس جان با یه ولاگ پیکنیک سلش شنا سلش رودخونه و مهندس امروز ساعت 7 صبح در حال کتلت درست کردن. همش گوشته. اینجا آذوقه نوشیدنی داریم همه چی. این مدت انقدر چی بود دیگه ترم آخر نسترم بود کارهای من کلا خیلی استرس بالا ولی الان میریم با قدرت. دیشبم یه لایو گذاشتیم 50K اومدید دمتون گرم 50,000 نفر بوس به کلای همتون که اونجا بودین. بچه‌های ناز هوا عالی داریم میریم یکم شنا بکنیم. ما اسپانیا رفتیم یکم اونجا شنا کنیم. آقا نتونستیم فقط یه روز. اگه سر و جمع بخوای بگیری شاید بگم 7 ساعت شنا کردیم. خیلی کم شنا کردیم 3-4 ساعت. هوا همش ابری بود از یه سمت از سمت دیگه خیلی شلوغ بود. آره بیا درباره سفر اسپانیا یکم حرف بزنیم. آقا ما رفتیم خب بعد اصلا ما شوک شدیم که چقدر آدم زیاد اونجا بودن. میدونی چرا؟ چون که ما میخوایم رو پای خودمون وایسیم. چون که ما تصمیم گرفتیم که توی جون دونه اینجوری تریپ بریم چون که من خیلی اینجوری استرس امتحان همه چی اصلا دیوونه شده بودم. مهندس بگو من چجوری بودم؟ من شده اکبر جنی. من اکبر جنی شده بودم. اینم شده بود اصغر جنی. 4 روزه بوک کردیم گفتیم که بریم اینجوری مثلا هوامو عوض شه اینجوری یکم آفتاب بخوره به کلمون یکم شنا کنیم چون که ما جفتمون اینجوری شنا کردن اینا دوست داریم. گفتیم بریم یکم کنار دریا. روز اول که رسیدیم دریا جا نبود ساحل. بذار من خونه رو بگم. ما یه دونه ایربی‌ان‌بی گرفتیم. ایربی‌ان‌بی توی سایتشون خونه خوشگل عالی خیلی عالی بود. آقا رفتیم رسیدیم اونجا افتضاح. حالا مثلا دکوراسیون ایناش اوکی ولی اینکه خونه نه تمیز بود نه هیچ. بدتر از همه اینکه آقا دستشویی نمیتونستی اونجا دستشویی بری. اونجا که در هر صورت باید خودت دستمال پاک کنی. وایسا من بگم اونجا میتونستی دستشویی بری ولی نوشته بود که اون هستش نوشته بود که دستمال کاغذی رو نباید توی چای توالت بندازی. تو آلمان تو ایران هم نمیشه بندازی چون که لولا تنگ میگیره چا دیگه الان لولا گشاد ولی توی آلمان چون که لولا گنده است به خاطر همین تو همه چی کلت هم میتونی بکنی اون تو. خب ولی اونجا نوشته بود نمیتونی. بعدش هم خب چجوری بریم مثلا دستشویی بعد اینجوری دستمالاتو چیکار کنی؟ بکن تو پلاستیک بعدم بو میگیره بعد اصلا خیلی کثیفه. بعد آقا بعد ما تصمیم گرفتیم که چی؟ ما تصمیم گرفتیم که اونجا دیگه خیلی راحت شدیم با شما. آقا ما هر وقت میرفتیم رستوران و اینا میرفتیم دستشویی دیگه. آقا همش تو رستوران ها میرفتیم. یه دو پمپ آب گذاشته همون میکردیم اونجا آب میگرفت آب نمیرفت پایین. تجربه اینه که اگر بخواید روی باجت سفر برید ایربی‌ان‌بی نرید. آره چیز برید هتل. ولی خب بعضی موقع هم شانس پیدا میکنی اینجوری دیل خوبی هست توی ایربی‌ان‌بی ولی نه که فقط خودتون رو اینجوری کوچیک کنین که واسه اون ایربی‌ان‌بی. یعنی بعد
توی یعنی چی؟ یعنی که مثلا خودتون اینجوری چی کنین؟ خودتون اینجوری محدود کنین که برای اینکه فقط میخواین یه Airbnb پیدا کنین. نه. بعد یه داستان دیگه توی جون و جولای سفر کردم نکنیم. اینم دومین بود، چون که ما تا حالا هیچ کدوممون، حالا تنهاییم، من تا حالا هیچ وقت توی جون و جولای سفر نکرده بودم، هیچ وقت. و همیشه توی آگوست، تو سپتامبر اینجوری. و توی جون و جولای افتضاحه، چون که انقدر توریست زیاده، همه چی شلوغ، همه چی هم گرونه. دریا نمیتونی ساحل آرامش داشته باشی، همش هر سانتیمتر پره، اصلا خوب نیست. در مجموع چیزا خوب، غذای خوشمزه، خیلی پایلا، خیلی غذاش از مالاگا بهتر بود، خیلی هم بهتر بود. بعد خیلی خوش گذشت دیگه. بعد اون دوستانی که میرن الیکانته، ساحلش که جای سوز انداختن نیست. چی؟ پاشید برید سن خوان. یه دونه اتوبوس اونجا میشینی. نه حالا اتوبوسان کولر داره، یخ. من یخ زده بودم وسط تابستون. دقیقاً در حدی که یخ میزنی. بعد اینجوری 3 یورو هم چند یورو؟ آره 2 نفر میشه 3 یورو. 1.45 نفری پول اتوبوس بود تیکتش. بعدش 20 دقیقه فقط میری راحت، بعد میشینی میری یه ساحله مثل پرایوت بیچ، هستن خیلی خوبه. اینجوری توی وسط هفته که پرایوت بیچه. دقیقاً آره. ولی آخر هفته یکم شلوغ‌تر بود. بعد همش هم لوکالن، همش هم آدم خودشونن. آره اصلا توریست هم نیستن. فقط من نسترن چیز بود. نسترن که اینجوری توی آفتاب و اینا موهاش روشن، من فقط کل سیاه. آره دیگه. خلاص این که الان میریم برای بار اول تو امسال، تو این تابستون، دریاچه تو برلین. سال پیش هم همین موقع رفتیم، براتون ولاگ هم گرفتیم، دوباره میذاریم اینجا. این بارم دوباره کتلت پختیم، داریم میریم همونجا. من میگم امروز صبح به دسترم میگم من سال یه بار هفته صبح کتلت میبزم. چی میگن این کالچر توی خانواده ما هستش. اصلا ضبط نکرد. نه دارم داری ضبط میکنی ضبط میکنم؟ چقدر خری. گفتم که ما این همه زر زدیم. خیلی خریم. بازین دو چرخ. بگو چی گفتی؟ کالچر چی؟ کالچر خانواده ما اینجوری که مثلا توی تابستون ما مثلا میریم دریاچه و همیشه هم کتلت می‌خوریم. آره هم دیگه ترادیشنش میکنیم. خب آقا ما رسیدیم، بریم که خب مهندس میگه اینجا شونه بگیر، منم میگیرم. مهندس تو شونی دیگه نیست. گوشه بونه مهندس کتلت سم زده. بریم اینجوری قشنگ همه چی هم هستن با سلیقه آماده صبح میگه بریم چه زده با سلیقه. بریم اول غذا رو بزنیم بر بدن. بچه ما رسیدیم اینجا، الان مهندس نشونتون میده. بایستیم. کتلتی که همش گوشته، این کتلت بچه های جان، سالاد کتلت، سالاد ما سپرایت داریم، کتلت، اینم سیب زمینی، اینم سس کتلت، سس رو ببین، اینم ویوره. مهندس یه لقمه بگیرم برات. سالاد، دیب دمینی میاد وسط، کتلت مهندس پز. بفرمایید مهندس. نوش نوش. انقدر گشنم بود همه اومده اول دارن کرم میمالن. ما رفتیم شنا کردیم، خنک شدیم به خدا، انقدر گرم بود. بعد مهندس داره چیل میکنه. جای بچه ها خالی، هوا عالیه، آفتاب هست، آب گرمه.
خیلی خوبه خدایی. ما همچنان در حال چیل کردن، رفتیم چند بار تو آب اومدیم، گرم شده الان، گرم داغه، داریم میسوزیم، داریم کباب میشیم. چیز زیاده برای گفتن نیمه گفتیم یه دقیقه بگیریم. جریان بزن شما رو. اولین دریاچه در برلین امسال، باید که آخریش نباشه. هوا قشنگ گرمه، خوبش اینه میسوزیم، رنگ میگیریم. آره ما هم که عاشق اینه، من یعنی که بسوزم سیاهشم. منم از این ماست بودن یکم در بیام. آقا ما خسته و کوفته، گرم هوا دیگه، فکر کنم سوختیم، من که قشنگ سوختم. بعد الان داریم میریم یه چی بزنیم بر بدن مثل همیشه. که بچه های عزیز، نسترن رفت برامون یه چیز خوشمزه بگیره که بزنیم بر بدن. من اینجا منتظرشم که بیاد. الانم داره میادش. اشتی بابا داره میادش. بچه چی گرفتی؟ چیکار کردی؟ سواما ایسته که ببین اینجا یه نوشیدنی کره‌ای داریم، میخوایم امتحان کنیم. اینم انگورشه. هولی مولی، هولی گواکامولی. این اسمش دک دک بول هستش. برابرم. زیرش برنج با سالاد با مرغ سوخاری و تخم مرغ، غذای کره‌ای هم. دقیقا همینو میخواستم. بیا اینم تست کنیم. دوباره دادگرم. این توت فرنگیش رو تست کنیم ببینیم چه مزه‌ای هم. عالیه، بخور. اوه چقدر خیلی خوبه. خفنه. فکر کنم انگورش بهتر باشه. واه مزه آدامس میده. آدامس کوچولویه. عالی آقا، این خیلی خوبه. با خدا هرچی میخور. بچه که برلینین چیبی چند میدی مهندس؟ آقا واقعا خیلی خوب بود، من بهش 10 از 10 میدم. تو چند میدی بهش؟ مهندس تو 1 ثانیه تموم کرد. من تموم نکردم، من دیگه رسیدم به جایی که نمیتونم بخورم و این یه چیز عجیبیه. چون که این پرسش خیلی گنده است. خیلی گنده است واقعا حیف. الان اینم میخوردم الکی بود، این بقیه رو خونه میزنه پر بدن. آره من 9 میدی؟ عالی، من که خیلی یاد کردم.